سرخط مهمترین خبرها. ولادیمیر پوتین با خانواده نورسی کشته شده تاجیک همدردی بیان کرد و گفت گناهکاران جزا میگیرند. مقامات از چند حالت دزدی برق خبر دادند و تومان باعث قطع موقتی پروازها از دوشنبه و برعکس شد. روز بخیر بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی پیشنهاد شما میکنیم. امروز 23 دکبر سال 2025 است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه به رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان گفته است که گناهکاران قتل قابیلجان علیف نورس 10 ساله تاجیک جزا خواهند گرفت. قابیلجان علیف روز 16 دکبر در نتیجه حمله یک نورس 15 ساله روس در مکتب کشته شد. واکنش پوتین به حادثه روز 22 دکبر در حاشیه نشست سران اتحاد دولت‌های مستقل در سنت پترزبورگ و در ملاقات با امامعلی رحمان صدا داد. او با بیان همدردی به رحمان و خانواده قابیلجان علیف گفت عمل تروریستی علیه کودکان جنایتی مخصوصا نفرت انگیز است. رئیس جمهور روسیه افزود تفتیشات به پایان خواهد رسید و شخصان گناهکار اگر چند نفر هم باشند به شبهه جزا خواهند گرفت. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نوبت خود قتل قابیلجان را حادثه غیر چشم داشت نامید و گفت گناهکاران باید جزا داده شوند و ما امیدواریم که شما این را نظارت خواهید کرد. تا این دم وزارت کارهای خارجی، وزارت امور داخلی، شورای امنیت، وزارت معارف و امبودسمن تاجیکستان در پیوند به کشته شدن قابیلجان علیف اظهار نگرانی کرده است. کاربران عادی و تحلیلگران و جامعه شناسان حمله نورسی روز را عاقبت بیانیه‌های تفریقه برانگیز و مهاجرستیزی تعدادی از وکیلان و وزیران روسیه نامیدند. مقامات آژانسی نظارت در ساحه انرژتیک تاجیکستان از آشکار شدن یک حالت دزدی برق از سوی کارمندان مؤسسه تقسیمات برق خبر دادند. بنا به اطلاع این نهاد، کارمند زیرایستگاه برقی در منطقه کولاب از بینای نوبتداری تا خانه استقامتیش پنهانی خطی برق کشیده بدون پیوستگی به حسابخانه برق استفاده می‌کرده است. نظر گمانبر در دزدی برق معلوم نیست. آژانسی نظارت در ساحه انرژتیک در پی یک سنجش در شهر و ناحیه‌ها از غیر قانونی استفاده شدن نیروی برق از سوی ساکنان نگرانی کرده است. بنا به گزارش این نهاد، در پی سنجش زیرایستگاه‌های برقی در شهر و نواحی کشور چندین حالت قانون شکنی از جمله 2 حالت استفاده غیر قانونی نیروی برق در ناحیه ورزاب و رودکی آشکار شده است. مقامات تاجیکستان مبارزه با دزدی برق را سخت‌تر کردند، از جمله به کدکس جنایی تغییرات وارد شد که برای دزدی یا استفاده غیر قانونی نیروی برق از 27,000 سومانی جریمه تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. تاجیکان مقیم امریکا از طریق پایگاه خیریوی گوفندمی برای کمک به مادر قابیلجان علیف نورس تاجیکی که بر پایه نژاد پرستی در یک مکتب روسیه کشته شد بیش از $84,000 جمع آوری کردند. گوفندمی یک پایگاه خیریوی آنلاینی است که خواهشمندان می توانند توسط آن مردم خیرخواه را برای کمک به شخصان نیازمند دعوت کنند. تشبسکاران کارزار جمع‌آوری پول برای خانواده قابیلجان علیف اعلام کردند که مبلغ جمع‌آوری شده را نمایندگان جمعیت تاجیکان مقیم امریکا به مادر نورسی کشته شده می‌رسانند. در تاجیکستان هم برای کمک به این خانواده معرکه خیریوی راه اندازی شده بیش از 400,000 سومانی جمع‌آوری کردند. این معرکه ها حالا قطع شدند و بنا به گزارش خبرگزاری آزیا پلاس نزدیکان قابیلجان علیف گفتند حالا به کمک نیاز ندارند و صورت حسابی که به نام مادر نورسی کشته شده بود بسته است. این خبرگزاری از قبل نزدیکان قابیلجان گفته است حکومت کشور به این خانواده خانه تقدیم نموده است. این اطلاع را منبع‌های دیگر تصدیق یا رد نکردند و در این باره رسما هم خبری داده نشده است. یادرس می‌شویم که مادر نورسی کشته شده تاجیک در روسیه به تمیزکاری یا فراشی مشغول بود و با همین راه زندگی خود و فرزندان را پیش می‌برد. پدر خانواده چند سال پیش وفات است. پس از یک هفته جدا شدن از شوهر، زنی در ختلان در پیش چشم فرزندان با 11 ضرب کارد کشته شده است. در این جنایت شوهر سابق زن گمانبر دانسته شده در بازداشت است. مقامات میگوید سبب به این عمل دست زدن مرد رشک بوده است. خبری کشته شدن زنان با دست شوهران در تاجیکستان هر سری چند وقت رسانه‌ای می شود. در رابطه با قضیه اخیر همکار ما محمود جان رحمتزاده از کولاب گزارش می دهد. در دهه غش ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان جوهرلی دولتشوی 27 ساله از سوی شوهر سابقش با 11 ضرب کارد کشته شده است.
حادثه روز 16 دکبر رخ داده، قاتل به جنگل فرار کرده است. یک منبع آگاه از پرونده و نزدیک به مقامات انتظامی منطقه کلوب روز 19 دکبر به رادیو آزادی گفت قاتل پیش از آن که به خودکشی دست زند بازداشت شده است. زنش را با کار زده به جنگل رفته پنهان می شود و باز آمده از یک مغازه سیرکا می گیرد و مغازه‌چی به میلیسا خبر می کند و او را پیش از نوشیدن سیرکا دستگیرش می کنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک خبرنامه گفته است که این حادثه بر پایه خصومت و رشک صورت گرفته است. در خبرنامه از گمانبر نام گرفته نشده است و تنها اشاره شده است که او 28 ساله بوده این کار را در نزد فرزندانش انجام داده است. منبع دیگر در ریاست کارهای داخلی منطقه کلوب به رادیو آزادی بازداشت گمانبر را تصدیق کرد و گفت ضد او طبق بند 104 قسم 2 یعنی آدمکشی پرونده باز شده است. این منبع افزود حادثه در خانه پدر جوهربی دولتشاه روی داده است. جوهربی یک هفته پیش از همین حادثه از هم جدا شده بودند. آنها در همین همسایگی زندگی می‌کردند. آمده مرد جنجال می‌بردارد و با کارت زن را 11 مرتبه به سر و رویش می‌زند و زن در همان جای حادثه به هلاکت می‌رسد، گفت منبع. حالا از جوهربی دولتشاه 2 طفل یتیم ماندند. جسد او را بعد از تشخیص به خاک سپاریده‌اند. به همسر سابق جوهربی از 15 تا 25 سال زندان تهدید می‌کند. در پی فرآمدن طوفان سخت در شهر دوشنبه پروازها از فرودگاه پایتخت موقتا قطع شدند. از شام 22 دکبر دوشنبه را طوفان فرا گرفته است و وضع صبح 23 دکبر نیز چنین بود. بر اساس آنلاین لوحه فرودگاه دوشنبه همه پروازها از جمله پروازها به سمت مسکو، دبی، یکاترینبورگ و برعکس از ساعت 12 شام 22 به 23 دکبر قطع شدند. پرواز به شهر خاروخ که طبق جدول فرودگاه امروز ساعت 12:20 به نقشه گرفته شده بود لغو شده است. هواشناسان از 22 تا 24 دکبر در کشور فرآمدن طوفان و یخبندی را پیشگویی کرده بودند. معلوم نیست که پروازهای به تأخیر افتاده کی برقرار می شوند. تیم ملی تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال در بین 211 دسته منتخب در جای 101 قرار دارد. در این فهرست که در سامانه رسمی سازمان جهانی 22 دکبر نشر شده است، منتخب اسپانیا قهرمان فعلی اروپا مثل پیشین در جای اول است. منتخب ارژانتین قهرمان فعلی جهان جای دوم و منتخب فرانسه مقام سوم را صاحب شدند. اینچنین به 10 گونه بهترین تیم‌های ملی انگلیا، برزیلیا، پرتغالیا، نیدرلند، بلژیم، آلمان و خرواتیا داخلند. از بین تیم‌های ملی کشورهای پساشوروی زینه‌های بلند را در فهرست فیفا اوکراین، روسیه و ازبکستان به دست آوردند. و در این قسمت برنامه بخش یک روز در تاریخ را می‌بینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 23 دکبر را فرا می‌گیرد. 23 دکبر سال 2011 دادگاه در تاجیکستان 53 نفر را در دست داشتن در نخستین ترکش خودکشانه در خاک این کشور گناهکار نامیده 5 نفر آنها را به حبس 1 عمری محکوم کرد. اکثر آنها ساکنان ناحیه استرفشن ولایت سوغد بودند. دادگاه گفت که 3 سپتامبر سال 2010 اتومبیل گاز 2104 که مواد ترکنده داشت به صحنه بینای پلیس وارد شده خود را ترک کنید. نخست مسئولیت حمله را یک گروه مذهبی جماعت انصارالله به عهده گرفت. بعداً مقامات این حادثه را کاری دست حرکت اسلامی ازبکستان نامیدند. 23 دکبر سال 2012 سعید جعفر عثمانزاده در انجمن غیر نوبتی رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان شد. او که رهبری حزب از جانب حکومت سرکوب شده را به عهده گرفت، انتقادها از یک آدمی حکومت بودنش را همیشه رد کرده گفته است که در کار و فعالیتش مستقل بوده است. در فضای محدود شده سیاسی او حالا یکی از کمترین سیاستمداران است که موقع انتقادی خود به قرار و پیشنهادهای حکومت را حفظ کرده به حیث عضو پارلمان برخی تشبس‌های حکومت را به چالش می‌کشد.
23 декабри соли 2019 Раҳматулло Зоиров, раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон, баъд аз муроҷиати бепосухаш ба президент Эмомалӣ Раҳмон аз додгоҳи қонунии асосии кишвар хост ки Гараопулиро барои номзадҳои интихоботи парлумонӣ бекор кунад. Гараопулӣ ширкат дар интихобот ки дар сурати мағлуб шудани номзад ба ӯ барнамегардад, монеаи ҷиддии ширкати доираи васеи довталабон дар интихобот дониста мешавад. мақомот ҳеҷ гоҳ ин дархостро қонеъ накарданд. субҳи имрӯз дар бархе аз бонкҳои тиҷоратии тоҷикистон $100 амрикоӣ бо арзиши 912-915 сомонӣ харида ва 928-930 сомонӣ фурӯхта мешавад. 1000 рубли русӣ имрӯз ба 116 сомонӣ баробар аст. қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон каме фарқ мекунад ва барои имрӯз чунин таъин шудааст. чанд хабар буд дар навиди бомдодӣ. сипос барои ҳамроҳӣ. бинандаи азиз, хабару гузоришҳои дигарро дар идомаи рӯз метавонед аз сомонаи Радиои Озодӣ ва саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдову тамошо кунед. хайр, то фардо.